بذار براتون بگم، از وقتی که با نظریه تناسخ آشنا شدم، همیشه در ذهنم یک علامت سوال بزرگ وجود داشت. تناسخ یعنی ما بعد از مرگ در بدن شخص دیگری زندگی تازه‌ای رو شروع می‌کنیم. این ایده شاید در نگاه اول جالب و حتی جذاب باشه، ولی وقتی کمی دقیق‌تر بهش فکر کنیم، می‌بینیم مشکلات بزرگی داره. مخصوصاً از نظر عقل و منطق. بذارید براتون تعریف ما رو بگم. تعریف ساده: ما یا روح و جسم که من فکر میکنم ما انسانها از دو بخش اصلی ساخته شدیم. اول روح که شامل خاطرات، افکار، تجربیات و آگاهی ماست و دوم جسم که شامل بدن، غرایز و ویژگی‌های فیزیکی ماست. حالا تناقض نظریه تناسخ کجاست؟ بیایید فرض کنیم تناسخ واقعاً اتفاق میفته، یعنی ما میمیریم و ازنا در یک بدن دیگر متولد میشویم. اما طبق خود این نظریه ما هیچ خاطره‌ای از زندگی قبلیمون نداریم. خب اگه خاطرات و تجربیاتمون دیگه همراهمون نیست، پس اون روی قبلی کجاست؟ چیزی که باعث میشد ما باشیم دیگه نیست. از طرفی بدنمونم که کاملا عوض شده. یعنی هم جسم جدید داریم، هم روح خالی از گذشته، روحی جدید تازه. پس چطور میتونیم بگیم اون آدم جدید همون ما هستیم؟ اگر ما نیستیم پس کی هستیم؟ به زبان ساده، وقتی نه روحمون باقی مونده چون چیزی ازش یادمون نمیاد و نه بدنمون، اون موجود جدید دیگه ما نیست، یه انسان کاملا جدیده. حتی ممکنه طبق این نظریه ما در زندگی قبلی پدر یا مادر خودمون بوده باشیم. دقیقاً مثل نظریه تخم مرغ که این دیگه هم از نظر منطقی بی‌معنیه و هم از نظر هویتی گیج کننده. و اما نتیجه گیری، نظریه تناسخ به جای اینکه به پرسش‌های ما درباره زندگی پس از مرگ جواب بده، سوال‌های بیشتری میسازه. اگر نه چیزی از گذشتمون باقی میمونه، نه هویتی منتقل میشه، پس ادامه‌ای وجود نداره. فقط یک شروع جدید برای فردی کاملا متفاوت. فقط این که من به عنوان کسی که دنبال فهمیدن حقیقتم، نمیتونم نظریه ای رو بپذیرم که نه از نظر عقلانی قابل دفاعه، نه از نظر تجربی قابل اثبات. با احترام، علیرضا همتی.